19مین دوره مسابقات ولایتی تیم منتخب آشیهارا کاراته با اشتراک حدود 150 ورزشکار در وزن‌های مختلف از سوی فدراسیون این رشته ورزشی و زیر چتر آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت کاپیسا برگزار شد. به سلسله دستاوردهای قبلی آمریت ورزشی ولایت کاپیسا امروز ما شاهد دو رویداد مهم هستیم. یکی تدبیر مسابقات منتخبه آشیهارا کاراته با حضور 150 ورزشکار در ولایت و دیگه بهره برداری جیمنازیوم ورزشی زیبا که به عنوان یک دستاورد و یک مکان ورزشی خوب تلقی میشه. امیدوار هستم که ما بتانیم یک تیم خوب را در عرصه مسابقه منتخبه آشیهارا کاراته انتخاب بکنیم. ما فعلا در رویداد 19مین دور مسابقات منتخبه آشیهارا کاراته ولایت کاپیسا قرار داریم. منظور از برگزاری این مسابقات شناسایی چهره‌های برتر است بر مسابقه و رویدادهای به ملی افغانستان که ما تیم منتخبی خود از اینجا انتخاب میکنیم برای مسابقات سرتاسری افغانستان که انشالله تا باشه ما چهره‌های خوب انتخاب بکنیم و در اونجا بهتر و خوبتر بدرخشن انشالله به نام کاپیسای عزیز باستان. شماری از ورزشکاران برگزاری این مسابقات را گام مؤثر در رشد ورزش آشیهارا کاراته دانسته و میگویند این رقابت‌ها زمینه حضور آنان را در مسابقات ملی و بین المللی فراهم میکند. ما توانستم در وزن 55 کیلوگرم مثبت 18 سال در مسابقات منتخبه آشیهارا کاراته ولایت کاپیسا مقام نخست را از آن خود کنم. هدفم از ورزشی است که ورزش باعث سلامتی انسان است که بدنم سالم باشه، صحتمند باشم و دیگر افتخارات را به نام کشور افغانستان و نام ولایت کاپیسا ثبت نمایم. قابل یادآوری است که چند قبل آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت کاپیسا مسابقات کیک بوکسینگ را با همکاری فدراسیون این رشته و با اشتراک 100 ورزشکار از 5 ولایت کشور در این ولایت برگزار کرده بود.